در امروز گروه‌های مختلفی در ایران هستند که در ایران و در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن برای اینکه بعد از این حکومت فاسد اسلامی که به هر حال سقوطش حتمی است، ما ایرانی‌ها باید چه بکنیم که دچار این گرفتاری‌های دیگری مثل لیبی یا مثل 33 سال پیش خودمون دوباره به یه رنگ و شکل دیگرش نشیم. دکتر آرام حسامی، در برنامه گذشته در زمینه اصلاح طلبی صحبت شد و اینکه یک خطی رو شما کشیدید در زمینه اصلاح طلبا. اجازه بدید که این بحث اون روز رو پی بگیریم. من منتظر هستم که شما در این زمینه صحبتتون ادامه بدید. ما متاسفانه اون روز وقت کافی نداشتیم برای ادامه این مسئله بسیار مهم. بله، من اگر یادم باشه بحث راجع به این تعریفی از اصلاح طلبی بود و اینکه گزینه‌ای که پیش پا هست چه در خارج چه در داخل کشور چگونه میتونه از نظر آسیب شناسی کار خودمون و تأسیس یا بنیاد یک حکومت دموکراتیک مورد مطالعه قرار بگیره. والا من اگه یادم باشه خدمتتون عرض کردم که تا اینجا صحبت کردیم که من گفتم که از نظر من خطی رو که من میکشم روی زمین امروز و قبلا هم کشیده شده بود و من کشیدم اینو بارها، اینه که بله ممکنه تعاریف بسیار زیادی از سکولاریسم، از اصلاح طلبی، از به اصطلاح گذار از جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. بله. اما اون خطی رو که من دلم میخواد امروز بکشم اینه که کسانی که واقعا میخوان با زیر قانون اساسی کنونی فعالیت کنن، اینها رو من اصلاح طلب میدونم. اگر تبصره 1 رو میخوان دست بزنین فرق نمیکنه، اگه تبصره 10 رو میخوان دست بزنین فرق نمیکنه. اگر این حکومت رو به نحوی از آنها یا حکومت دیگه اسلامی رو میخوان بیارین زیر این قانون اساسی، شما اصلاح طلبی. در حقیقت من این خط رو دارم مشخص میکنم که اگر کسی میخواد، متاسفانه همونجوری که گفتم بعضی از افراد این موضع رو دارن، آقای کدیور اجرای بی تناظر قانون اساسی رو هنوز مطرح میدونه که اگر بهش همه رو به اصطلاح همه مفاد قانون اساسی رو اجرا کنیم وضع ما خوب میشه. از این نظر اگر این خط رو بکشیم تکلیف معلوم میشه. من دیگه صحبت نمی کنم چون میدونم ممکنه باید هم صحبتی داشته باشه. بنابراین دکتر آرام حسامی، شما نظرتون این هست که کسانی که در چهارچوب نظام اصلاح طلب هستند اینها به هیچ وجه مورد توافق ملت ایران نیستند؟ والا من نمیدونم هستن یا نیستن. من اینو میتونم فقط بگم که اگر یک حکومت دموکراتیک و آزادمنش در ایران بخوایم، یعنی برای اولین دفعه در ایران یک حکومت دموکراتیک بخوایم تأسیس کنیم، از نظر آسیب شناسی کار خودمون اولین مسئله اینه که باید سکولار باشه. یعنی حکومت مذهبی نباشه. خب حقانیت این رژیم که موسوم به جمهوری اسلامی هست از قانون اساسیش میاد. خب اگه بخواد این رژیم رو منحل کنین قانون اساسی رو باید لغو بشه. خب اگر کسی بخواد قانون اساسی رو نگه داره، خب جمهوری اسلامی رو میخواد نگه داره. حالا شاید وسیله باشه واسهشون، اما فرق نمیکنه. اگر بخواد اینو بعد از 33 سال که ورشکسته به تقصیر هست این حکومت و این رژیم و این قانون اساسی هنوز نگرش دارین، خب بخوان رژیم بمونه دیگه. تکلیف تا یه حدودی روشن شد. حالا آقای موحدی شما چی میفرمایید؟ بله، من هم با آقای دکتر آرام حسامی در اون بخشی که تعریف کردم و خطکشی کردم موافق هستم. اما صحبت اصلی سر اینه که خب بیاییم مثلا اصلاح طلبی رو تعریف کنیم. یعنی آقای دکتر آرام حسامی به عنوان استاد بنده بهتر می بود یک تعریفی از اصلاح طلبی در کل ارائه بدن. تا اونجایی که من اطلاع دارم اصلاح طلبی به جریان سیاسی گفته میشه که انجام تغییر در جامعه رو از طریق انجام اصلاحات در قوانین و سیاست ها و نه از طریق انقلاب و تعویض حکومت تبلیغ میکنه. بله، آقای دکتر آرام حسامی حقیقت رو میگن. کسانی که
میخواهند تغییری در قوانین ایجاد نشه، من اینها را حتی اصلاح طلب هم نمیشه گفت، چون اصلاح در تعریف اصلاح طلبی این هست که قوانین هم اصلاح بشه. بنابراین اصلاح طلبان حکومتی در ایران که نام اصلاح طلبی روی خودشون گذاشتن و نمیخوان تغییراتی در قوانین ایجاد بشه و اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو میخوان، اینها در واقع اصلاح طلب هم نیستن. در رابطه با بخش دیگری از فرمایشات آقای دکتر آرام عصامی که فرمودن جامعه ما باید یک نظام آینده سکولار باشه، من روی این کلمه سکولار یکم حساس هستم. این رو من مخالفتی با سکولاریسم ندارم، من هم معتقدم که نظام آینده باید سکولار باشه، اما ما به جای اینکه بگیم نظام آینده باید سکولار باشه روی دموکراسی تاکید کنیم. نظام آینده ایران باید یک نظام دموکراتیکی باشه، بدین شکل که هر دموکراسی ذاتاً خود به خود و به صورت اتوماتیک سکولار هم هست، ولی هر نظام سکولاری نمیتونه دموکراتیک باشه. ما مثالهای بیشماری داریم، مثل شوروی سابق که یک نظام سکولار بود اما هرگز یک نظام دموکراتیک نبود. بنابراین من این به نظر حقیر، البته باز هم تاکید میکنم آقای دکتر آرام عصامی بیشتر از من در این مورد تحقیقات دارم و بررسی میکنم، ولی به نظر حقیر کلمه دموکراسی رو ما باید همه جا مقدم بر همه نظام‌های دیگر عنوان کنیم، چون دموکراسی در خودش ذاتاً سکولاریسم رو هم دارد. دکتر آرام عصامی آقای موحدی می‌فرمایند که یک جامعه دموکراتیک سکولاریسم در بطنش هست و ما اگر که فقط بخوایم به سکولاریسم تکیه بکنیم هیچ دلیلی نداره که یعنی این شرط سکولاریسم لازم هست اما کافی نیست. کفایتش در موقعی است که دموکراسی باشه و دموکراسی باید اولویت بر سکولاریسم داشته باشه، چون وقتی دموکراسی باشه حتما سکولاریسم هم توش هست. شما نظرتون چیه دکتر آرام عصامی؟ بله، دو تا نکته رو ایشون گفتن کاملا هم درسته، من موافقم، ولی نکته دومیش رو من میخوام در مورد ریفورم یا ریولوشن یعنی اصلاح و انقلاب بیشتر صحبت کنیم. راجع به سکولاریسم لازم این صحبت بشه. عرضم به حضور انورتون که ببینین این از نظر کلی ایشون درست میگن، اما این بحث نظری نیست. ما داریم در مورد کشوری صحبت میکنیم که 33 سال حکومت اسلامی درش حاکم بوده. بنابراین وقتی ما مسئله سکولاریسم رو مطرح میکنیم به این معناست که آسیب شناسی 33 سال گذشته ایران به ما این مسئله رو از نظر یک متخصص میگه شما برین دکتر، ممکنه هر سردردی الزاماً میگرن نیست، ولی سردرد ایران الان میگرنه. یعنی چی؟ یعنی که سردرد ایران اینه. آسیب شناسی کار خودمون داریم بررسی میکنیم. اینی که ما سکولاریسم رو امروز مطرح میکنیم، تو آمریکا سکولاریسم رو مطرح نمیکنیم، چون مسائل اگالیته یا جامعه بی تبعیض الان تو آمریکا بیشتر مطرحه تا مسئله سکولاریسم. اما از نظر آسیب شناسی کار خودمون در ایران داریم یادآور خودمون میشیم که دوباره جوگیر نشین مثل سال 57. حواستون باشه با این از شروع کنیم که یعنی من سکولاریسم رو بذارین خیلی ملموس تعریف کنم. بله. که در حقیقت سیاست امری است انسانی و دنیوی، نه الهی و آسمانی. ملموس یعنی این که آزادی از مذهب و آزادی مذهب توش وجود داشته باشه. ایشون کاملا درست میگن. مسئله میتونیم بگیم دموکراسی. خب اگه اینجوری پس که بحث دیگه نکنیم، فقط بگیم دموکراسی، فقط دموکراسی رو تعریف کنیم. اما دموکراسی و روند دموکراسی با ماهیت دموکراسی و حتی گذار به دموکراسی فرق میکنه. بنابراین ما بایستی این تفاوت رو ببینیم و روش تکیه کنیم. الزاماً این نخواهد بود که همونجوری که الان تو لیبی شما گفتین، الزاماً این نخواهد بود که اگر این حکومت رفت یک حکومت سکولار بیاد یا بی تبعیض باشه. مثلا
مسئله دوم که مطرح میکنن اون هم درسته، مسئله انقلاب و اصلاحات. اما متاسفانه دو نکته رو من میخوام اشاره کنم. یک، ما به خاطر انقلابات مارکسیستی و بحثایی که بین لنین و مثلا کاتسکی یا روزا لوکسمبورگ یا مثلا ادوارد برنستین انجام شده، انقلاب رو با انقلاب دیالکتیکی هگلی فقط تو ذهنمون هست و این تفاوت بین ریفورم یا اصلاح و انقلاب درست هست در این چارچوب. اما هر انقلابی الزاماً خشونت و دست به اسلحه نمیزنه. هر انقلابی از نظر دیالکتیکلی تضاد و در حقیقت با یک ایرابشن ما میگیم مثل یک آتش فشان با خشونت و با گرمی تفنگ و توپ نیست. دکتر آرام اسلامی نمونه ای رو میتونید مثال بزنید؟ بله، شما انقلاب‌های مخملی رو که میبینین یا حتی چنج آف رژیم در روسیه، من انقلاب 1917 رو نمیگم، انقلاب 1905 هم نمیگم، من در حقیقت دارم زمان گورباچوف و بعد یلتسین رو میگم و بعد شما پولند، لهستان رو نگاه کنین، اوکراین رو نگاه کنین، الزاماً با خشونت نیست. این یک. دو، این نکته هم خیلی مهمه. مثلا اسپانیا هم بسیار مثال خیلی خوبیه، با خشونت هم بود، با انتخاباتی مثلا انجام شد، انقلاب ولی شد، یعنی گذار به دموکراسی. یه رژیم فاشیستی در حقیقت دیکتاتوری به دموکراسی تبدیل شد. مسئله دیگری که من در این مورد میخوام بگم اینه که ببینین اصلاحات در قالب سیاسی ایران به یک جنبش مخصوصی مربوط میشه. زمان آقای خاتمی، مجلس ششم و بنابراین این لغت رو یک واژه مخصوصی شده و بعد اصلاح کردن دیگه به معنای ریفورم هست، اما انقلاب به معنی خشونت و در حقیقت مسلحانه نیست. این رو از این نظر من میگم ما در مورد بحث نظریه فلسفی نمی کنیم. ما در مورد جنبش‌هایی که در ایران وجود داره و مواضعی از مواضع آقای موسوی بگیرین تا مواضع آقای مهاجرانی و کدیور تا موضع سکولارهای سبز و نهاد مردمی و مثلا انتخابات آزاد و جمهوری خواه، این یک موضعی ما داریم میگیریم راجع به که چگونه در ایران یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم. در این راست است که من اصلاحات رو اینجوری استفاده میکنم. یعنی هر کسی بیاد بگه آقا جون فردای ایران این قانون اساسی باعث منحل بشه، نحوه انحلالش هم رو اونی که موضع قدرت داره تعیین میکنه. یعنی ممکنه مجبور بشه از نظر گزارش دموکراسی مسلحانه باشه، یه عده ممکنه به این نتیجه برسن، یه عده میگن نه آقا جون ما با انتخابات آزاد میخوایم اینو برداریم، یه عده میگن نه از درون فروپاشی کنیم، گورباچوف بیاد آقای کروبی این کارو بکنه. اینها نمونه‌های متفاوتیه، ولی اگه آقای کروبی گفت که قانون اساسی بایستی به رفراندوم گذاشته بشه، خب اون همون انقلاب در حقیقت رژیمو دارین عوض میکنین با یه نحو دیگه. مرسی، من خیلی حرف زدم. مرسی دکتر آرام حسامی. آقای موحدی عزیز، صحبتی بر صحبت‌های دکتر آرام حسامی دارید؟ بله، در مورد سکولاریسم و دموکراسی اگر قصد بر آموزش سکولاریسم باشه، بله حق با آقای دکتر آرام حسامیه. اما اگر بحث بر جدا کردن سکولاریسم از دموکراسی باشه ناقابل قبول نیست، چون سکولاریسم از اجزای دموکراسیه و ما نمیتونیم دموکراسی رو تجزیه کنیم به اجزای مختلف و هر کدوم از اونها رو به عنوان خود دموکراسی عرضه کنیم. اما من سوالی اگر وقت داشته باشیم، من سوالی از آقای دکتر که وقت رو غنیمت میشمارم، ایشون مسائل رو بهتر از من میتونن، این سوالیه که در ذهن من هست میخوام از ایشون بپرسم. معذرت میخوام از شما چون شما باید سوال کنید. نه خواهش میکنم بفرمایید. اساساً اصلاحات در جمهوری اسلامی آقای دکتر آرام حسامی موضوعیت داره؟ نظام‌های توتالیتری مانند جمهوری اسلامی آیا امکان، قابلیت و پتانسیل اصلاحات رو داره که ما اصلا در مورد اصلاحات در جمهوری اسلامی صحبت کنیم؟ دکتر آرام حسامی. بله، بسیار سوال خوبیه. اگر
همه اینو میفهمیدن که مسئله ما حل بود. اما وقتی هنوز یک عده‌ای مقاله می نویسن، یک عده‌ای طرفدار دارن، یک عده از نظر انسجام فکری، کسایی که روی ایران دانشگاه استاد دانشگاه بودن، مقاله می نویسن، تأثیر گذارن روی سیاست ایران، ادعا میکنن که بله این رژیم، ببینین مسئلهش ولایت فقیه هست، یا مسئلهش آقای آقای خامنه‌ای هست، مسئلهش آقای احمدی نژاد هست، و مسئلهش پیاده شدن یا انفورسمنت، یعنی در حقیقت اجرای قانون اساسی هست. ما مجبوریم جواب بدیم، شکی نیست ما بایستی جواب بدیم، چون این حوزه رو میبرن یه جای دیگه، بحث رو میبرن یه جای دیگه. از توی نظام میخوان اینو درست کنن. حتی آقای مشایی و آقای احمدی نژاد دارن یک آلترناتیو و یک بدیلی به مردم ایران ارائه میکنن. خب در مقابل این ما بایستی موضع بگیریم که آقا جون این اصلاح نیست، ما اپوزیسیونیم. اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور به تمام رژیم گیر داده. ما اینو میخوایم عوض کنیم، چون دموکراتیک نیست، چون تبعیض درش نهادینه شده. یعنی نهادینه که شده هیچی، حقانیت مشروعیت پیدا کرده. این مسئله ماست، برای همین هم است که مطرح میکنیم. من یه نکته دیگرم بگم و ساکت میشم، اونم اینه که سکولاریسم کاملا درست میگیم، به تنهایی شرط لازم هم بعضی هم میگن نیست، اما ما میگیم شرط لازم، ولی شرط کافی همون در حقیقت در این مورد بایستی بگیم که در تحکم یا قبول یا باور به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. یعنی بلافاصله سکولاریسم در مورد آسیب شناسی کار خودمون مطرح میشه، ولی کاملا درسته ممکنه به منجر به دموکراسی نشه، همونجوری که مثلا توی کیم جونگ ایل در کره شمالی این مسئله رو داره. مرسی. آقای موحدی عزیز، شما جوابتون رو کامل گرفتید یا اینکه میخواین ادامه بدین سوالتون؟ من فقط باز هم تکیه میکنم، ما سکولاریسم رو ما از منظر آموزشی باید در جامعه بررسی کنیم و به خاطر آموزش سکولاریسم و اینکه این تعاریفی که از سکولاریسم شده و بدآموزی هایی شده که مردم فکر میکنن سکولاریسم یعنی دین ستیزی، که اصلا این چنین نیست. بله، آموزش سکولاریسم در یک جامعه بسیار مفید به فایده برای رسیدن به دموکراسی خواهد بود و باز هم دموکراسی رو باید اصل قرار بدیم، مبنا قرار بدیم و به آموزش اجزای اون در جامعه همانند سکولاریسم بپردازیم. بله، حتی از این جهت که اگر آموزشیه، قصد ما آموزشه، آقای دکتر آرام حسامی روی مسئله حساسی تاکید میکنن که سکولاریسم رو باید حتما جا بندازیم در جامعه، حداقل در نزد افکار عمومی. اما ما دو تا نوع حکومت داریم در مورد اصلاحات. حکومت‌های البته خودکامه، یکی حکومت‌های توتالیتر، یکی حکومت‌های استبدادیه. حکومت‌های توتالیتر بسیار خطرناکتر از حکومت‌های استبدادی هستند. پژوهشگر آمریکایی اگر اشتباه نکنم باربر اسمش یا باربر، من درست نمیتونم تلفظ کنم چون به فارسی این رو یه جایی میخوندم، نوشته بوده توتالیتریسم برآیندی است که پدر و مادرش معلوم نیست. خب یک نظام توتالیتر از همه ابزارها برای هدایت یک جامعه در چهارچوبی از پیش تعیین شده و نه بر اساس مقتضیات روز استفاده میکنه. همه خصوصیت نظام‌های توتالیتر در جمهوری اسلامی هست. نظام‌های توتالیتر سعی میکنن دایره اعمال قوانین رو به محدوده زندگی خصوصی افراد جامعه گسترش بدن و این نظام‌ها حتی از بحث انتخابات نیست، برای جلب مشروعیت خودشون فقط به خاطر اینکه نشون بدن که مردم به ما رأی دادن استفاده میکنن و به رأی مردم اهمیتی نمیدن. نظام اسلامی هم به تبعیت از شریعت ایجاد قوانینی که 1400 سال پیش
نوشته شده بر اساس اون یک قوانین خاصی رو از پیش تعیین شده اعمال میکنه که غیر قابل تغییره و یک نظام توتالیتر و خودکامه هست و نظام‌های توتالیتر به هیچ عنوان قابل اصلاح نیستن، فقط قابل سرنگونی هستند. بله، به این ترتیب ما میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که پس بنابراین هستند حکومت‌های استبدادی که میتونن استبداد رو بخشی در جهت سازندگی اون ملت‌ها و آینده اون ملت‌ها به کار ببرن اون استبداد رو، در حالی که حکومت‌های توتالیتر با توجه به اون چارچوب از پیش تعیین شده‌ای مثل اونچه که خدا گفته، اونچه که اسلام گفته، هر کاری که دلشون میخواد میکنن بر مبنای اونچه که از قبل تصویرش میکنن برای مردم و به اون تکیه میکنن. به این ترتیب حکومت جمهوری اسلامی با توجه به توتالیتر بودنش به هیچ وجه قابل اصلاح نیست. همینطوره؟ والا دکتر شاوردی، من ببینین اولا بحث است که آیا رژیم جمهوری اسلامی توتالیترن هست یا نیست. نه. به نظر من نیست. ما خیلی در اون خواهد بگیم هست. نه. ولی نیست به دلایل بسیاری. اما اگر منظورتون که از یک ایدئولوژی خاصی برخورداره که این ایدئولوژی در تعیین تکلیف میکنه برای شهروندان و حوزه خصوصی مردم رو کنترل میکنه، بله، یک شترمرغی از جمهوری اسلامی که واقعا جایی نمیشه اینو کلاسیفای کرد از نظر رژیم ها، نوع رژیم. یه بحثی است که اینو تقسیم میکنن، در حقیقت یه لغت جدیدی درست شده به عنوان سلطانیک رژیم، سلطانیستیک رژیم، یعنی سلطانی هن، یعنی که سلطنت میکنن. این سلطنت کردن و بعد یک ویژگی‌هایی داره. من فکر کنم جمهوری اسلامی هم چیزی هست بین این. اما اون مسئله هم که توتالیته اصلاح پذیر نیست یا اصلاح نمیشه، خب اونم یه مسئله دیگه است که میتونیم بحث کنیم. ولی من به خاطر توتاله بودنش نمیگم اصلاح نمیشه. من میگم این قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعیض و در حقیقت سلطنت درش حقانیت پیدا کرده، وجود داره و 33 سال امتحان خودش رو داده. بنابراین دل بستن به اصلاحات یا جنبش اصلاحات در ایران بعد از تمام این مسائل تاریخی که ما داشتیم، از زمان خمینی تا خامنه‌ای، از دولت، از بازرگان تا بنی صدر، از بازرگان و بنی صدر تا آقای احمدی نژاد، این هست که ما می‌بینیم اصلاح پذیر نیست. ربطی هم به توتالی بودنش یا نبودنش نداره. اما مسئله بعدی رو که مطرح می‌کنم راجع به سکولاریسم، ببینین لایک یا لایسیته، سکولاریسم و بعد مسئله که مثلا دکتر سروش اینو مطرح میکنن راجع به سکولاریسم فلسفی یا سکولاریسم سیاسی، به ما رو مجبور میکنه از نظر آسیب شناسی کار خودمون در ایران، یعنی تأسیس یک حکومت دموکراتیک، به این مسائل بپردازیم، این مسائل رو بشکافیم و باش دیل کنیم، نه تنها از نظر آموزشی بلکه از نظر قانون اساسی آینده ایران. از این نظر است که سکولاریسم بایستی ما اصرار کنیم که و من تعریف کردم، یعنی در مملکت ما آینده آزادی از مذهب و آزادی مذهب وجود داشته باشه. حالا شما اینو بگین دموکراتیک، خیلی ممنون، بله دموکراتیکه، اما این بایستی جا بیفته، چون 33 سال ما با این رژیم سر کار داشتیم. اگر ما توی اتحاد جماهیر شوروی بودیم و بعد از استالین بود و میخواستیم این کارو در خارج از کشور انجام بدیم، اون موقع من تأکیدم رو لیبرالیسم بود، روی مارکت اکانومی بود، روی بازار آزاد بود، روی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. اگر 56 57 صحبت می‌کردیم. دکتر آرام حسامی، بسیار سپاسگزارتون هستم. ببخشید از اینکه حرفاتون رو قطع می‌کنم، ولی جان کلام رو گفتید. خواهش می‌کنم، جان کلام رو گفتید. هموطنان عزیز، امروز آقای موحدی روزنامه‌نگار
و یکی از شخصیت‌های برجسته جامعه ایرانی رو داریم که مدت‌ها در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی بودن و الان پناهنده هستند در امریکا، و دکتر آرام حسامی استاد دانشگاه مریلند رو از هر دو نفر شما سپاسگزار هستم که امروز در برنامه حضور داشتید. حتما این بحث‌ها رو در آینده پی خواهیم گرفت و از دیگر هموطنانی که علاقمند هستند در این بحث‌ها شرکت بکنن خواهش می‌کنم که به نهادمردمی.com مراجعه بفرمایید و با ما تماس بگیرید. از حضور هر دو نفر شما سپاسگزار هستم. هموطنان عزیز، سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر، از آقای دکتر آرام حسامی هم سپاسگزاری می‌کنم. تشکر می‌کنم از لطف شما. هموطنان عزیز، استبداد را ریشه‌کن خواهیم کرد. حکومت حقه‌بازان، حکومت استبدادی ملایان در تمام این 33 سال گذشته ثابت کرد که جز نکبت برای مملکت ما و جز خفت و خواری برای خودشون هیچ چیز دیگری رو برای مردم ما به ارمغان نیاوردن. یک حکومتی که این چنین بی‌آبرو شده در جهان و این چنین بی‌آبرو بین ملت خود ایران هست به هیچ وجه ماندنی نیست. ما استبداد را ریشه‌کن خواهیم کرد. ما وطنمون رو پس خواهیم گرفت. پاینده باد ایران، زنده باد آزادی، سرفراز باد ملت با غیرت و سرفراز و همیشه سرفراز ایران. آینده ایران در دستان شماست.